سلام به همه خوشگل مشکل ها و خوشویسای توی خونه. امروز اومدیم یه ریاکت بریم به مورد علاقه های من از اینستاگرام فارسی، کسایی که من مثلا روزانه باید ببینم تا خوابم ببره ویدیوهاشونو. قبل خواب حتما من این ویدیوها رو میبینم. بریم ببینیم. من منتخباشو براتون جدا کردم. اول خواستم عشق ابدی رو بذارم، اما یوتیوب زن اونو گاهید و گفت نمیتونی این محتوای بی‌نظیر رو بذاری. تصمیم گرفتم یه ذره از ویدیوهای ناب اینستاگرام جدا کنم براتون. بهترین ها رو براتون جدا کردم چون بهترین ها هستید. آره بریم شروع کنیم با ویدیوی اول. بابا تا کی میخوای اول بریم که رخ فرد اول خدایی بد نیم. ببینید دست من مشپندو دارم و دیگه الان باید بندازمش بره، ولی خب فیس و موها قویه دیگه. تا اینجا خراب شده مثل سگ کار کن. این سوپر استارمونه. ببین این فرد که تقریبا لبه بالا نداره و موهاشم با کاسته گذاشتن درست کردن. این فرد سوپر استار ویدیوی امروزه. ببینید خوب ده. همه چی تو بریزی پای طرف، آخرش هم فقط بهت بگه بله. من اینجا تنهایی میپوسم. میپوسم. اینجا دیگه باید دقت کنید. بله. من اینجا تنهایی میپوسم. پیر میشم. میپوسم. پیر میشم. دیگه میپوسی. امیر الان فکر میکنی بیا تو زندگی تا تنهایی درت میاره؟ ای بابا. ای بابا. بدتر تنها ترت میکنه. بدتر تنها ترت میکنه. ساعت هم ببینید یه جوری گرفته. ببینیم ها. تو رو خدا ببینید ساعت. امیر بله اینجا هم که ویدیو اول ویدیوی خب معرفی این دوستمون بود. ویدیو بعدی خب اینجا ادامه. انگار تو همون روزم گرفتن با همون تیشرت با همون رخ. لب بالا هم ببینید که لب بالا اصلا فقدان لب بالا در این فرد حس میشه. نگاه کن اصلا لب بالا نیست، یعنی فقط لب پایین. ولی پول تو زندگی خیلی مهمه. چرا؟ او امیر ببینید اصلا یعنی همه چی تکمیله دیگه. یعنی فیس قوی، یعنی انگار یعنی دیو و دلبرن. یکی اصلا معلوم نیست چیه، این یکی باز فیسش خوبه دیگه. یعنی حالا کردنی مردنیه دیگه. تمیزه. علی مهمه دیگه. مهم مهمتره. امیر چرت و پرت نگو بابا. اونی که دوستت داشته باشه و بی پولیت هم کنار میاد. داشون برای توه، این برای این فیس. علی منم خیلی عشق چی؟ منم مهمتره. امیر این برای این فیسه که با بی پولیت چرت و پرت نگو بابا. اونی که دوستت داشته باشه و بی پولیت هم کنار میاد. این فیس باید میلیاردر باشه تا یکی باش کنار بیاد. خیلی عشق چی؟ مگه سارا یاد نمیاد سر قضیه گوشی بلند کرد؟ او سارا سر قضیه گوشی بلند کرد رفت. اون به خاطر من جونش هم میداد. الان که چی؟ یعنی چی اصلا سر قضیه گوشی بلند کرد رفت؟ الان رفته. تمام شد رفت. اینم یه ویدیو دیگه بود. بریم حالا ویدیو بعدی ببینیم. این یکی از ویدیوهای منتخب من در زندگیمه. ببینید فوق العاده است. آبجی صدا در من ببین. این پسرم خیلی موجود عجیبه. کی؟ این آبجی رو ببینید. آبجی احتمالاً از مردان آهنین آوردنش. قیافه و صورت و دستا و همه چی ببینید. بازوهاش از بازوی من کلوفتره. اونجا آبجی میره در خونه. سلام داداش، خسته سلام داداش. وحشتناک. نباشی. چه سلامه چه؟ اوه داداش چه کسیه؟ بله فقدان لبه بالا داداش. بله چی شده؟ من 10 بار به سجاد گفتم بهم پول بده من برم اونور آب کار کنم بهش پس بدم. الان حالمون بده، حالا ولش کن. بذار بعداً صحبت میکنیم. تو آرامش. تو آرامش. راست میگه دیگه. تو آرامش صحبت میکنیم. بیا داخل. بیا داخل چون. چقدر کلوفتم از این بار. خوش میگذره داری تلویزیون تماشا میکنی؟ من قرار نشد بهم پول بدی من برم اونجا در نقش جدی و فوق العاده کاریزماتیک هست. فقدان لبه بالا. حالا ولش کن. من این یکی از بازیگرای محبوب منه. این معلوم نیست شبیه خودکنون فروشاست. این خیلی موجود جالبیه. خوب به بازیش دقت کنید. خیلی لول آلپاچینو بازیگر. نمیدونی شرایطمون چجوریه. من با تو نیستم. کجا داری میری؟ سر انداخته پایین داری میری. اینجا لخ میشه این بازیکن. بله شلوارم تا جناق سینه کشیده بالا. قدش هم 1.45 چیزی هست اتمام.
اینجا لخ میشه. برای بچهای خوابگاه سومایی که دارن ویدیو رو میبینن میدونن این موجود چه کیه، خودتون میفهمی داره کرم داره تو اسم. سجاد من یه قرار نشه این پولو بدی من بهت پس بدم برم اون ورا. چرا انقدر من اذیت می‌کنی؟ سجاد پولو بده برم اون ورا دیگه. قرار نشه این پولو بدی من بهت پس بدم برم اون ورا. چرا انقدر من اذیت می‌کنی؟ گوشواره هم دقیقا. گوشواره چیه توی این فیس؟ تتوی عقاب چیه؟ فقدان بازو هم اینجا مشاهده. خیلی هم فشرده است. ببینید مثلا این چیز دیگه 1.50 در 1.50 یعنی عرض و طولش یکیه. بیا مساوی یه تتو اون چیه؟ اون تتو قوه قضاییه است واسه تو ترازو اون هیلی نداشتی فقط رفتیم و پول بفرست اگر نتونستی بفرستی دیگه بر نگرد چون ما رو به پول فروختی. تاثیرگذار بود. بریم ویدیو بعدی. اوه این تاریخی. اینو ببینید و لذت ببرید. اینجا یه بطری که از عرق دیشبه رو میچارخونه. جرأتی حقیقت. این دختر بیچاره رو آوردن. کی رو تو اینجا بیشتر از همه دوست داری؟ خوب دقت کن. کسی که دوستش دارم تو این جمع نیست. اینجا باز هم فرامرز خودنگار رو داریم. ساق پا اندازه همین دختره. ببین این ساق پاش اندازه این دختر است. یعنی ساق پای اون یکی اندازه این دختر است. کسی که دوستش دارم تو این جمع نیست. کسی دوستش دارم تو این جمع نیست. اینجا دور میره رو مرد آهنی. جرأتی حقیقت. نخوریش حالا. حقیقت. آلپاچینو هم اینجا. چی بپرسم بچه‌ها؟ قبل من کسی رو دوست داشتی؟ نه. چی؟ چیه؟ رید تو خودش. گفت الان منو میخوره. قبل من کسی رو دوست داشتی؟ نه. چی؟ نه چی؟ نخوری منو. چیه؟ چرا هول دستا کف دستا اندازه دسته لبران جیمزه. شدی؟ چرا پته پته میکنی؟ پته اصلا نکرد کس خود. دارم ازم پرسم قبل من کسی رو دوست داشتی؟ جواب تتو هم دقت کنید. همه تتو کسشیر یه جای بدنشون نمیدی. نماد کرج و اسلام. داداش میبینی این مطمئنم قبل من یکی رو دوست داشته. چرا داری پته پته میکنی؟ اصلا پته نکرد. حتما از اول میگفتی دیگه. او تتو گربه. او پوسیکه. دیدی حسا زد. او داداش فرم داداش رفت تو فرم غیرت و مردانگی. ببین پا اومد به رسوخ دروغ نمیگه ها. مدل موها هم دقت کنید. چی گریس مالیده به موها. این یاد عشق سابقش اون چیه تو گردنش؟ افتاده. غیرتت کجا رفته؟ مگه تو داداش من نیست؟ دیگه چیزی بهش بگو غیرتت کجا رفته؟ تو باید داشت مراقبت کنی با این دیگه. نه داری اشتباه میکنی. من فراموشش کردم. گم میشن خونه میری بیرون حلقه آبجو چی کردم؟ این چه چکی بود؟ چک اکسیژن و هوا رو زد. گم میشن خونه میری بیرون حلقه آبجو از تو میگیرم. برو پیشم اون عشق سابقت. تو رو اصلا این با این هیکل چجوری آبجی تو رو گرفته؟ این که انا آبجی توه. خدا این کارو نکن. من فراموشش کردم. سر یه چیز کوچیک زندگیمونو خراب نکن. اون برای قدیم بوده. گم شو برو بیرون بابا. زر زیادی نزن. سجاد تو رو خدا بله. اوه اینجا مادر ولش. اوه آلپاچینو بعد ویدیو بعدی چقدر ویدیو قبلی خیلی. این ویدیو حالا قسمت اول بطری بازی دیدیم. حالا قسمت 2 بطری بازی. اون بطری عرق بود، این بطری کوکاکولا. سری پیش که بطری بازی کردیم که اون قضیه پیش اومد و ماما. ببینید براتون یه ویدیو گذاشتم که قسمت 2 قبلی. اینا میاد قسمت قبلی موضوع پیش اومد. حالا بریم اینجا چی میشه. دعوا برقو این چیه؟ این عینکو ببین. آینه تریلی و اینا. یه سری پیش که بطری بازی کردیم که اون آلپاچینو هم حضور داره. قضیه پیش اومد و مامان و دعوا و اینا. یه سری الان بازی میکنیم رو هوای چی آشتی کنیم. اوه گوت بله بدون لبم تک لبم تو این ویدیو حضور داره. همین تک لب. بریم حسین افتاد رو تو. جرأتی حقیقت.
چیه؟ این باز اندازه این خواهر است. ببین مثلا واقعا نگاه کن این چیه اصلا؟ اینا از دور خیابون وراشتن آوردن گفتن بیا داشت ویدیو یه دقیقه جورت چی بهش بدم؟ داداش این صدای دختر خیلی قشنگ در میاد. بهش تو صدای دختر داره تو رو خدا داداش. داداش صدای دختر داره ببینیم عشق کنیم. وای خدا شادی بازی شد. داداش ببین داره به من خیانت میکنه. اینو به بردهداری گرفتم بخندم. چرا به پته پته افتادی؟ بله؟ چرا اصلا پته کیه این؟ داداش ببین داره به من خیانت میکنه. چرا به پته پته افتادی؟ مسخره کرد راننده تریلی رو. بله؟ داری منو مسخره میکنی؟ اون سری که از داداشت که اون کارا رو کرد خیانت کرد، الانم که تو داری منو پته منو مسخره یا حضرت عباس میکنی؟ حالا یه این دیگه قطعا الان میخورش. قطعا زبونم گرفته. چرا اینجوری میکنی؟ فرم غیرت تیشرت برزیل ریو د ژانیرو. ببین این پوزیشن غیرت رو خیلی دوست دارم. یعنی میره تو این فاز، یعنی پاشید گم شید دیگه. خواهر 250 کیلویی منو اذیت کردید، چونتون بالا. غیرتت کجا رفته؟ پته غیرتت کجا رفته دادا؟ منو مسخره فرم لب میکنه. نه من تو رو مسخره نمیکنم. چی کار دارید به این 25 کیلویی اصلا؟ این الان بگوزی میره. تو داری اشتباه فکر میکنی. من داری خواهر منو مسخره میکنی. اون از دعاشت که مامانم انداخت گوشه بیمارستان، الان نوبت تو شده. بلند شو ببینم. مثل اینکه در قسمت قبلی مادر رفت بیمارستان. چقدر فیلم نامه. پاشو نوبت تو شده. بلند شو ببینم. پاشو حالا مسئله اینه که این موجود با همین چک هم میمیره. یعنی این تیشرت نارنجی با همین چک. نوبت تو شده. بلند شو ببینم. پاشو نه احتمالاً با این چک قطع نخواهد شده. کسی جرئت نره گل پاچینو بلند شد. پاچینو نازک‌تر به آبجی من بگی. فهمیدی؟ با داداش من چیکار داری؟ مشکل داری؟ بیا با خودم حل کن. اینجا بریم کارت دارم. بیا یه کارت دارم. چی کار داری این نیقیلونو اصلا؟ اینجا ای بابا بار آخرت باشه با آبجی من چیز بگی. فهمیدی؟ مگس و پرت که عوضی با داداش من پاچینو چیکار کردی؟ داداش با سلام میام نجاتت میدم. آی سمیر پشما این واقعیه. پیرم ملیکا اینا چرا دارن اینطوری میکنن؟ ملیکای خرس الان نظرش بود. داداش که داشته باشی پشت و پناهته. اینم داداش من و غیرتشه. بابا اینا رو بر کن. یه تکلب یه نظرم تکلب چند نفر بازیمون نشه. جهان این خدای بهترین ویدیو. بله دیگه بس دیگه. بریم ویدیو آخر. بعد چقدر این قبلی باش نظر چه جامون دیگه. این ویدیو آخر ابراهام ببینید که اینجا با چاقو انداخته. ویدیو قبلی خیلی این مدت عوض کنی. من بیام پیش مامان، تو بیای پیش بابا. خب پیش بابا مگه الان ناراضی؟ والا وقتی که پیش مامانی گفتی یه مرد بالا سرش هواشو داری، تو یه مرد بالا سرش پول تو جیبیش هم از من میگیری. اینجا این خوشگله پول تو جیبیشو از این یکی خوشگله میگیره. خب چیکار کنم؟ کار نیست که کار. این اصلا چیه؟ این دیگه یه دونه مو تو صورت این نیست. این قربانی میشه کنم. اگه از تو هم پول میگیرم داداشم از کی بگیرم؟ والا من ناراحت نیستم که دارم بهت پول میدم. آره برادرم، حتی باشه جونم بهت میدم. جونم بهت میدم. ولی ماما چه گناهی کرده؟ همون بابایی که داری راجع بهش صحبت می‌کنی به تو پول میده. به منی که نمیده مجبورم به تو رو بندازم. من الان دارم جوشیب شرکت‌های مختلف کار میکنم. کسکش کیو با این گوشواره و این ابرو دو شیفت جای راه میدن اصلا که منت کسی بالا سر نباشه. خرجمو خودم بدم. بعد تو میگی بابا بهت پول میده. خب الان میخوای چیکار کنی؟ به نظر از اول هفته هم وسط جمع کن برو پیش بابا، من برم پیش مامان که حداقل یه مرد بالا سرش باشه. اون مردم پسرشه. یعنی این چونی مرد نیست، این تکلم اون مردم پسرشه. بله اینم ویدیو آخر با همین تصویر و همین ابرو رخ و گوشواره تموم میکنیم. ویدیو رو میذاریم براتون. این ویدیو قبلی خیلی کره بود. یه بار دیگه ویدیو قبلی ببینیم. سری پیش که بوتی بازی کرد. نه غیرتشه. بابا اینا رو بر کن. یه سه نفر بازیمون نشه. جهان بریم با همین تصویر. دمتون گرم. لایک ما یادتون نره. میبینمتون.
فعلا شب بخیر.